بگو پیامت که خلاص که کار داریم ما میریم. جلالی صاحب جنگ نکنه کتی بله. نه خب جنگ نداره برادر، خلاص که ما اینجا گرمی رسه کارا کنیم دیگه. یک ساعت زاری میکنیم پیامت بگو پیامت. جلالی صاحب اول من میگم که نه برادر عزیز شروع میشه پیام. مجانی من بدل میکنم. بگو پیامت و تو نمیشه بدل میکنم. رو تو میزنه تا. چک هم خلاص شد. بگو دیگه پیامت. پیام من خنده نکن. بگو پیامت. پیام من دیگه به دوستامیز. چی؟ کلام بگویم. گفتم پیام من به دوستای ممیز. خب جلالی صاحب تو سعی میکنی زیر تاثیر من با زیر تاثیر. خب بگو بیادر خو یک ساعت چیز که ما حالا زیر تاثیر نیه در سر تاثیر. بگو پیامت و مسلمان کشتی ما. تو خود زنده است؟ نه من جدی هستم، خیال که من مذاق بکنم. خلاص که دیگه بیادر برو پیام تا بگو جدی است یک پیامش ما اینجا 6 ساعت چیشته کنم. کشور ما آرامی داشته باشه. بگو نته یاد نته. جلالی صاحب خب پیام ما میسد چیست؟ کشور ما بخیر آرام شود. کشور ما آرام شود. این خب پیام نیست، این آرزوست. دوم دیگه از این آرزوست. دوم دیگه از این جلالی صاحب آرزوست که بخیر وطن ما آرام شود. این آرزوست خود ما شما آرام شود. بخیر دیگه کشور ما آرام شود. بخیر دیگه آرام شویم. این آرزوست. بخیر دیگه آرزوست که وطن ما آرام شود، کشور ما. یک آرزو یک هموطن است. آرزو داره پیام نداره. پیامت بگو. پیام دیگه نمیست بده. بیادر رشخندی نکو کتی ما هم پیامت بگو که برنامه را خلاص کنیم. پیامت برای مردم چی گفتنی داری؟ او خارزوست وطن آرام شود، صلح شود، اتو شود، باغ و بستان شود، چراغان شود. این خارزوی هرم وطن ماست. این حال هم لالا جان همه تو چی میگم تا شوخی نکن. هم پیامت تا بگو. پیامت مهم نیست به دوستایم. چه باشین دیگه پیام میگه. حال میگی یا نمیگی؟ حالا یک پیره برم گفتم جلالی صاحب. بیادر بگو پیامت تا زاره ما را کفاندی.